حمید عباس شوكت نقیب. سروان حمید عباس شوکت. سروان عباس شوکت. جمعی تیپ 505 پیاده لبا 505 جمعی تیپ 505 پیاده و این مکان تأثیر و به ای تاریخ؟ في قاطع دزفول يوم 22/3/82. در منطقه دسفول در تاریخ دوم فروردین ماه 1361 دستگیر شدند. شلون كانت تصرفات الجنود الإيرانيين بالنسبة لكم؟ كانت تصرفات مقاتل الجمهورية الإسلامية غير متوقعة من قبلنا ذات الأمر، ولكن عندما وقعنا بالأسر كان تصرف حسن وجيد، والتصرف الإسلامي من يعني هو التصرف الصحيح للفكر الإسلامي لمعاملة الأسير. از ایشان سوال کردم که رفتار سربازان ایرانی با ایشان چطور بوده. اظهار داشتن که رفتار رزمنده اسلامی با ما بسیار خوب بوده، از لحظه دستگیری بهترین رفتار با ما شده و رفتارشون مطابق با موازین اسلامی بوده و بهتر از این هم نمیشد. تريد ترسل نداء لأهلك؟ أسلم على كافة إخواني وأعمامي وخوالي وكافة من يسأل عنا وكافة أصدقائي، وأرجو كل من يسمع ندائي هذا أن يتصل على رقم تليفون مكرر 747 مكرر 67 مكرر 747 مكرر 67 ويبلغهم أني في الجمهورية الإسلامية وبحالة جيدة ومرتاح والحمد لله والشكر. خب ایشون برای خانواده‌اش پیام فرستادن که حالشون خوبه و یک شماره تلفن هم دادن که کسی که صدای ایشون رو میشنوه به خانواده‌اش اطلاع بده که ایشون در سلامت به سر میبره. تريد ترسل نداء للجيش العراقي؟ من هنا أرسل نداء إلى إخواني الضباط وضباط صف ومراتب الجيش العراقي أن ما أريد أن أرسل نداء تقليدي أن أقول أضع السلاح وكذا، وإنما أقول أنه التعقل والسؤال اللي كل واحد من عندنا جميع يطرحه على نفسه ويجاوب عليه هو لماذا يقاتل ومن أجل من وما هي النتائج الأخيرة اللي راح تحصل وما هو الدمار اللي حصل فعلا بالشباب وإراقة الدماء في سبيل من، فهو حتما راح يطلع بنتيجة إيجابية وراح يقتنع ويسلم. از ایشون سوال کردم که چه پیامی برای ارتش عراق داره. جواب دادن که من نمیخوام یک پیام کلیشه شده برای ارتش عراق بفرستم. میخوام بگم که هر کس که این صدای منو میشنوه کمی فکر بکنه، ببینه برای چی میجنگه، حاصل این جنگ، این همه خونریزی و کشت و کشتار چیه، چه کسی از این مسئله نفع میبره و قدر مسلم معتقدم به این که کسی صدای منو بشنوه و به یک نتیجه مثبت میرسه و اون این که این جنگ بیفایده است. شکرا. عرف نفسك بصورة كاملة. عرف نفسك. أنا الهادي بخيت إبراهيم سوداني الجنسية، كنت بالعراق أعمل بشركة الطرق سائق جريدر، كلفت بعمل خارج المدينة وفجأة فوجئت بنفسي أحفر خنادق لملاجئ للجيش. ایشون یک کارگر سودانی هست که در شرکت راهسازی کار میکنه و برای یک مأموریت اداری به خارج از شهر اعزام شده و بعداً از اونجا فرستادنش به جبهه که در اونجا برای نیروهای عراقی سنگر و مواضع تهیه بکنه. ليش جئت بالجبهة وأنت مو عراقي؟ كلفت بعمل في نفس المصلحة بتاعتي خارج المدينة. ایشون در همون شرکتی که در خارج از شهر کار میکرده با تمام شرکت مأمور شدن به داخل جبهه. انت من یا بلد؟ ابراهيم عبد الرسول من السودان. ابراهيم عبد الرسول تبعي السودان. انت شنو شغلك؟ شغلي مصنع البان في العراق. ایشون در یک کارخانه ماست بندی در عراق کار میکنه. ليش جئت بالجبهة؟ جيت بالجبهة كنت شغال في شركة جابوني لفندق، بعد الفندق جيت تبع الجيش طباخ. در یک هتل ایشون در بغداد فعالیت داشته و بعداً از اونجا به عنوان آشپز به جبهه اعزام شده. عرف نفسك. حيدر أحمد رعد لبناني.
حیدر احمد شوية بصوت عال. عرف نفسك. حيدر أحمد رعد من لبنان. حيدر أحمد رعد از أهالي لبنان. شين هو شغلك بالعراق؟ مساعد معمرجي. ایشون کارگر صافکاری هستند. ليش جئت بالجبهة؟ طلب مني بواسطة تبليغ انه اجي يعني واخدم بالجبهة، فكان بقالي يومين يعني. ایشون رو با فرستادن یک ابلاغیه به محل کارش جلب کردن و فرستادن به جبهه و 2 روز در جبهه بوده که اسیر شده. جلو. عرف نفسك. نبيل يوسف عزام من لبنان. نبيل يوسف عزان از اهالي لبنان. شين هو رتبتك بالجيش؟ ما عندي رتبة بالجيش، أنا عامل ببغداد، بشتغل بمطعم الشرق في السعدون. از ایشون سوال کردم که شغل درجهشون در ارتش چی هست؟ گفتن من درجه‌ای ندارم، در خیابان سعدون در بغداد در یک رستوران کار میکنم. شلون جابوكم بالجبهة؟ صار لي 3 أشهر أنا ببغداد عم بشتغل، فانطلب مني إنه اجي بالقوة على الجبهة، فأخذوا مني باسبوري وأخذوه على المخابرات، فمن هونيك ما قدرت أسافر أنا برات العراق، فمنعوني يا إني على الجبهة يا السجن، وقالوا لي فترة 3 أشهر فقط، فصار لي يومين بالجبهة أنا. ایشون 3 ماه بوده که در بغداد مشغول کار بودن. پاسپورت ایشون رو دولت عراق ضبط میکنه و ایشون رو ممنوع میکنه از مسافرت به خارج از ترک کشور عراق و بعدا تهدید میکنه که یا باید به جبهه اعزام بشی و یا بری به زندان و ایشون رو اجباراً به جبهه فرستادن. عندي تحية إلى الجمهورية الإسلامية على رعايتها إلنا وعلى حنانها بالنسبة إلي. از رفتار خوب و استقبال گرم برادران رزمنده ارتش